اون یه مدل آدیداس 4 شده که پستش من نذاشته بودم، واقعا کار با کیفیتیه. رویش کرم رنگه، کرم یا حالا توسی روشن، زیرش توسی تیره، کفیش تکسونه، کف دوخته. کف تکسون خوبی که میتونید ماشین لباسی راحت بشورین. بعد زیر حک شده آرمش، خیلی کار جمع و جور خوبیه، هم کفیش نرمه هم واقعا کار جمع و جوریه، کار با کیفیتی هم هست. میبینید آرمش حک شده، میبینید کلا پشتش دوخت شده، اینجاش اسفنج زده که پاتون اذیت نشه. میبینید خیلی هم کار انعطاف پذیریه. 3 رنگ داره، سایز بندی 41 تا 45. این یک رنگش دیدین، من این رنگو بذارم کنار. اینم رنگ مشکی سفیدشه، مشکی سفید که همیشه طرفدار داره. این رنگ مشکی سفید. بعد رنگ بعدیش هم مشکی توسی، واقعا هم جمع و جوره هم سبک، قابل شستشو. 3 رنگ درجه 1، 41، 45.